ویلیام دلبرتگن یکی از معروفترین تریدرهای مرموز دنیاست که مردم بهش لقب پیشگو، متخصص علم باستان و جادوگر بازارهای مالی رو داده بودن. خانواده ویلیام گن فقیر بودن و توی سن 16 سالگی مجبور میشه تحصیل رو رها کنه و تا جوانی مشغول به کار کشاورزی و دستفروشی توی قطار و کار در انبار پنبه مشغول بشه. ویلیام بعد از یاد گرفتن دانش ستاره شناسی و اشکال هندسی وارد بازارهای مالی شد و کارشو با یک کارگزاری بورس شروع کرد. 3 سال گذشت و توی روزنامه محلی دیدگاهشو در رابطه با روند حرکت پنبه و بازار کالا ارائه داد تا اینکه با پیشبینی سقوط بازار کالا در سال 1907 سود بزرگی به دست آورد و حسابی بین فعالان بازار سر زبونا افتاد. ویلیام برای سرمایه‌گذارا چند تا توصیه مهم داره که میخوام بهتون بگم. 1. اصلا اجازه نده یه معامله سودآور به یه معامله زیانده تبدیل بشه. 2. سرمایه‌تون رو به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از 1/10 رو برای یک معامله به ریسک نبرید. توصیه بعدی ویلیام اینه که هرگز برخلاف روند بازار خرید و فروش نکنید و حتما برای معاملتون حد ضرر داشته باشید و توی ضرر میانگین نگیرین. حالا شما از این تریدر مشهور و مرموز چی میدونید؟ در OMP فینکس آینده را مبادله کنید.